تازه‌های تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. من شعله گلخوجه هستم در خدمتتان. سلام بینندگان عزیز، در برنامه امروز 8 دکبر این موضوعها را داریم. در پای ترکیش‌های مرگبار مقامات توجیک گفتند لولای اساسی انتقال گاز از ازبکستان به دوشنبه سنجیده می شود. گزارش از جای حادثه. امریکا تاجیکستان را برای سرکوب ازادی‌های دینی باز بر روی خط سیاهی دولت‌های مورد نگرانی خاص جای داد. و بوریاکوبان در سرخاب با کمک خیریه در جای امن ناحیه فرخور به عائله‌های آفاتزاده خانه‌های نو دادند. نه یک هفته شد هم زندگی داریم. صد بار شکر خدمه کلین بچه‌م 4 تن هستم. مقامات توجیک گفتند که به سنجش لولای اساسی می‌پردازند که توسط آن از ازبکستان به تاجیکستان گاز انتقال داده می شود. چون این تصمیم بعد آن گرفته شد که آخر هفته گذشته در ناحیه رودکی پای هم 2 ترکیش فوجیه بار به عمل آمد. علت ضرر دیدن ساکنان از ترکیش به آن ربط داده می شود که منزل آنها در نزدیکی لولای گاز بنیاد شده است. این هم در حالی است که بعضی از قسمت‌های لولای گاز سال‌هاست تعمیر را ندیده است. مولا رجب یوسفی و امردین اولیموف به ناحیه رودکی رفتند تا ضرری رسیده از ترکیش رو به نوار بگیرند. 2 انفجار لولای گاز روزهای 4 و 5 دکبر اینجا در دهه معرفتی جماعت چهارتپه ناحیه رودکی رخ داد. به گفته ساکنان نخست ساعت‌های 10 شب 4 دکبر در منزل مصطفی میرمتی 46 ساله ترکش لولای گاز صورت گرفت و بر اثر آن 4 فرزند این خانواده که از 8 تا 24 سال داشتند در جای حادثه آسیب دیدند و آنها را به بیمارستان انتقال دادند. مقامات گفتند که از 18 تا 37% بدن این نفران سوخته است و به گفته ساکنان دهه خود صاحب خانه در روسیه قرار دارد و آثار ترکش لولای گاز و آتش سوزی در این بنا بر الان معلوم است و هرچند دروازه خانه گشاده است ولی کسی در اینجا دیده نمی شود. حادثه بعدی فردای آن روز اینجا در منزل یک ساکن دیگری ناحیه رودکی دهه معرفتی رخ داده است و به گفته شاهدان حادثه بعد از ظهر 5 دکبر رخ داد و در وقت سر زدن حادثه در اینجا خود صاحب خانه و برادر همسرش که همچون اوسا کار میکرده است در جای حادثه حضور داشتند و در پی این حادثه خود صاحب خانه آسیب دیده و برادر همسرش به هلاکت رسیدند و در عموم در 2 حادثه انفجار گاز اینجا در دهه معرفتی ناحیه رودکی 5 نفر آسیب دیده 1 نفر به هلاکت رسیدند. در آغاز سرزدن حادثه برخی رسانه ها نوشتند که ترکیش بلون گاز است که ساکنان تاجیکستان در نبودن برق استفاده میکنند، ولی بعدتر مسئولین کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گفتند حادثه در پی انفجار لولای گاز رخ داد که به مرکز برق و گرمایدهی دوشنبه گاز میبرد و به گفته برخی از آگاهان حادثه سالهای پیش در پی سرچوی مناسبتی تاجیکستان و ازبکستان به این لوله ها گاز نمی آمد، ولی در چند وقتی اخیر با بهتر شدن مناسبت ها از لوله های اینجا گاز به مرکز برق و گرمایدهی دوشنبه انتقال می یافت. در پی این حادثه مقامات گفتند لوله های گازی را که از طریق آن از ازبکستان به تاجیکستان گاز انتقال می یابد دوباره از سنجش می گذرانند، ولی با این وضع معلوم نیست که جبران ضرر این ساکنان ناحیه رودکی را کی می پردازد. مولا رجب یوسفی امردین اولیموف دهه معرفتی ناحیه رودکی. کمیته بین‌المللی المپی президент беларусь александр лукашенко و پسر او ویکتور لوکاشенکو را از همگونه رابطه با چوربین‌هایی که تحت سرپرستی این کمیته از جمله بازی‌های المپی دایر می‌گردند منع کرد. این تحریم‌ها وابسته به تبعیض علیه ورزشکاران بلاروس برای عقیده‌های سیاسی جاری گردید. به اطلاع منبع هنوز در ماه آگوست پس از انتخابات و آغاز عمل‌های ضد حکومتی تقریباً 1000 نفر ورزشکاران و مربیان پیشبر بلاروس به یک نامه باز امضا گذاشته قطع خشونت مقامات حفظی حقوق نسبت اعتراضگران را طلب نمودند. پس از چند مدت خبرها پخش شد که ورزشکاران ناراضی را از دسته‌های منتخب خارج و از مقامات دولتی سبکدوش میکنند.
ҳоло рӯ меорем ба тоҷикистон. амрико тоҷикистонро аз назари озодиҳои динӣ ба феҳристи 10 кишвари мавриди нигаронии хос ҷой додааст. майк помпео котиби давлатии амрико шоми дирӯз дар изҳороте аз вашингтон гуфт ки ҳеҷ кишваре ҳақ надорад ки инсонҳоро барои эътиқод ва боварҳояш таъқиб кунад ва барои ин беҷазо монад. помпео афзуд, чунин гурӯҳбандӣ шудани кишварҳо ба он маъност ки агар озодиҳои динӣ мавриди ҳамла қарор бигирад, мо даст ба амал мезанем. ҳамкорам хиромон бақозода ин мавзӯъро пайгирӣ кардааст. خب خیرامان، تاجیکستان از سال 2016 به این طرف به گروه کشورهای مورد نگرانی خاص از نظر آزادی‌های دینی شامل می شود. آیا کدام مسئله ها مشخصاً مورد انتقاد از تاجیکستان است؟ در گزارش امساله آزادی‌های دینی دپارتمنتی دولتی ایالات متحده آمریکا تاکید می شود که محدودیت‌های آزادی‌های دینی در تاجیکستان از نظارت ریشی مردان و هم لباسپوشی زنان و نابالغان شروع می شود. مثلا ماموران دولتی پوشیدن حجاب و دیگر عنصرهایی را که خاص لباس ملی نیست توسط راه‌اندازی ریت‌های مخصوص محدود می‌کنند. انتقادهای دیگر از تاجیکستان در گزارش دپارتمنت دولتی به پایمالشوی حقوق اقلیت‌های دینی مثل شاهدان یهوه، بسته بودن در مسجدها برای نابالغان و دیگر مشکلات اشاره میکنند. خرمون، آیا تا حال واکنش مقامات در تاجیکستان به این گزارش دسترس شده است؟ چون در گذشته ما میدونیم که بسیار چنین تنقیدها را مقامات قبول نداشتند. بله شهلا، مقامات تاجیکستان بین اندیشه هستند که این گونه ارزیابی‌ها و هم انتقادهای سازمان‌های بین‌المللی بسیار وقت بی‌غرض یا عادلانه نیستند. معلوماتشون رو از رسانه‌ها دسترس میکنند در صورتی که موقع رسمی این که نهادهای وکالتدار هم پاسخهای مشخص و معین خود را در این زمینه دارد. بارها تکرار کردیم که مرحمت چی نفهمی دارند چی مسئله دارند میتوانند مراجعه کنند. ما هم موقع خود را ابراز نظر نماییم. ولی حامیان حقوق از انتقادهای دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا پشتیبانی میکنند و میگویند امیدوار هستند که در دوشنبه مقامات از پی اصلاحی وضع خواهند شد. بشبهه با تحلیل دپارتمنت دولتی این واقعیت شامل می شود که تا حال در تاجیکستان حزب نهضت اسلامی افراطی اعلان شده است و فعالیت خود را برا ماندن نمی تواند. در زندان‌های تاجیکستان حداقل از 150 تا 300 زندانی سیاسی و زندانی‌های اعتقادی حساب شدند و مقامات تاجیکستان از اینترپول در کشورهای گوناگون جهان از جمله روسیه، حتی یونان و ترکیه با هدفهای سیاسی و دینی سوء استفاده می‌کنند و ما سال گذشته دیدیم که ژورنالیست دلیر شریپوف بر اساس اتهامات افراطگرایی حبس شد. ما نظری حامیان حقوق و مقامات تاجیک رو شنیدیم، اما به هر حال آیا اهمیت این گزارش و تاکید به مشکلات کشورها چی معنی دارد و تا کجا میتواند پیامدهای داشته باشد برای این دولت‌ها؟ هدف اصلی چنین ارزیابی‌ها از حکومت‌ها تقاضا کردن رعایت شدن آزادی‌های دینی انسان‌ها است و اگر کشورهای شریک آمریکا این مشورت را رعایت نکردند، واشنگتن در موافقت در مشورت با کنگره میتواند به کشور تحریم‌های اقتصادی جاری کند. تشکر بینندگان عزیز. همکارم خیرامان بقازاده بود با خلاصه‌های اظهارات نوی آمریکا درباره وضع آزادی‌های دینی در تاجیکستان. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در ادامه درباره با خانه‌های نو تامین شدن ساکنان سیل‌زده نوحیه فرخار و از تاثیر زهر کژدم‌های مصری میگوییم که برای معالجه آدمان استفاده می‌شود. اما قبل از آن یک آگهی را ببینید. برنامه خبری را ادامه می‌دهم. بعد انتظاری‌های زیاد ساکنان دهه‌ای در ناحیه فرخور صاحب سرپناه شدند. بارشات 2 سال پیش ده‌ها منزل مردم دهه‌ی سرخاب را زیر آب گذاشت و چندین خانه را ولنگار کرد. محمود رحمت‌زاده میگوید منزل‌های نو در جای امن و با پول خیریه قطر بنیاد گردیدند. پس از چندین ماه انتظاری 25 اویله دهه‌ی سرخاب ناحیه فرخور که سیل منزل‌هایشان را از بین برده بود به خانه‌های نو بنیاد درآمدند.
این خانه‌ها با دستگیری خزینه خیریه‌ای قطر در نزدیکی خانه‌های پیشینه ولی محلی از جهت تاثیر آفت‌های طبیعی امن ساخته شده است. بعد از آفت خانواده صدف‌نما مرتضی و 2 سال به این سو اجاره نشین بود. یک کвартира گرفتیم اونجا زندگی کردیم، خونمون فیروز کردن دادن. نه یک هفته شد اونجا زندگی داریم. 100 بار شکر خدمه کلین بچه‌م 4 تن هستن. 2 سال پیش در دهه سرخوب ناحیه فرخور سیل 10 خانه را تخریب کرده بود. بعد بدادگری‌های سیل حکومت قطر به حکومت ناحیه فرخور کمک کرده 10 خانه بنیاد کردند. یک هفته قبل حکومت ناحیه فرخور خانه‌های بنیاد شده را به ساکنانی که از سیل ضرر دیده بودند تقدیم کرد. ساکنان دهه سرخوب در سالهای 2018 2019 از آفت‌های طبیعی که ضرر دیدند امروز در این موضع صاحب منزل‌های نو و زیبا شدند. ساکنان سیلزده فرخور بعد 2 سال در حال صاحب خانه شدند که هنگام سیل‌فروری‌های سالهای 2018 و 2019 یک سازمان خیریوی کشور عربی کویت به آفاتزدگان مواد غذایی فرستاد. این فوند خیریوی آن وقت به هر یک خانواده از سیل ضرر دیده 1 خلطه آرد، شکر و 5 لیتر روغن داده بود. ضرر سیل آن وقت در 4 ناحیه ولایت ختلان از جمله 5 فرخور بیش از 19.5 میلیون سومانی برابر بیش از 2 میلیون دلار حساب شده بود. در جای امن و با نظر داشت آفت‌های احتمالی طبیعی ساخته شدن دهه نو ساکنان را امیدوار کرده است که فلاکت‌های سالهای 2018 و 2019 دیگر تکرار نخواهد شد. фиръавн меҷуст вале ошиқи каждумҳо шуд. гузориши навбатии мо бори дигар дар мисоли як ҷавони мисрӣ собит мекунад ки барои як мард 40 ҳунар кам аст. бостоншиносе дар биёбонҳои миср бо дидани каждум ба хулосае омад бо ёри ин ҷонвари хатарнок метавонад рӯзгори худ ва дигаронро пеш барад. чӣ гуна дар гузориши ҳамкорам тоири сафар мебинем. таъм ва таъсири заҳри ин каждумҳои мисриро то дар аврупо ва амрико чашиданд. آنها محمد باشته از بیابان‌های مصر جمع آورده می‌پرورد. البته نه برای زهر زدن به مردم بلکه برای معالجه آنها. زهر کژدم را برای استحصال دارو استفاده می‌برند. از زهر کژدم و مار در جهان 24 نوع دارو می‌سازند. ما زهر را به کشورهای گوناگون اروپا و آمریکا از جمله ویرجینیا، تگزاس و ایالت کالیفرنیای آمریکا صادر می‌کنیم. به حد میانه قیمت 1 گرم زهر کژدم وابسته به نوع آن تا $10,000 است. محمد باشته 25 ساله صاحب شرکت استحصال زهری قاهره است. در سراسر مصر چندین کژدم خانه دارند و برای استحصال زهر 80,000 کژدم میپرورند. راهی گرفتن زهر از نیش تیز این جاندار چنین بوده است. ما کژدم را تحت تأثیر 12 ولت و 5 امپر نیروی برق میگذاریم تا آن را به ریختن زهرش وادار کنیم. نیروی برق را به آبدانک‌های کژدم میگذاریم که به مرکزهای عصبش میرسند. از همین راه زهر در پیش چشم ما خارج می شود. ما برای صاف نگه داشتن زهر فقط 1 قطره آن را میگیریم. 1 گرم این زهر کافی است که از آن از 20 تا 50,000 دوای پادزهر آماده کنند. اگر فشار بلند داشته باشد پس شما هم تأثیر زهر کژدم را احساس کرده اید، چون آن را برای استحصال داروهای ضد فشار بلندی استفاده میبرند. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. بله بینندگان عزیز، ما انتظاری همکاری دومی شما هستیم، ولی من باشم برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبرم. تشکر به یکایک شما برای همراه بودن. تا صحبت بعدی شما از میتوانید زیر نشانی www.azodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب چون همیشه در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. فراموش نکنید از اینکه فردا همه شما را با خبرهای نو و تازه در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را ایجاد کنید و خدا نگهدارتان.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.